اون نیست، اصلا نمیرم خونه کسی نمیرم، این تو کامدی کلاب این کار انجام میشه. گفت شماره‌تو بده. منم بچه ایرانی از این جوری که من بزرگ شدم که احترام بزرگتر و فلان و اینا، بله چشم شماره‌مو به یارو دادم. گفت هفته دیگه ها. گفتم قربان نمیتونم به خدا این نمیشه. گفت مکس مشکل پوله؟ گفتم بله. گفت پول؟ گفت نگران نباش پول حسابی بهت میدم. گفتم نه خیر، اصلا من هیچ وقت تو عمرم پول نمیگیرم. خجالت کشیدم. گفتم نه اصلا این نیست، من ببخشید نمیتونم بیام. رفت 2 روز بعدش زنگ زد. الو آقای مکس. گفتم بله. گفت سه شنبه یادت نره. گفتم قربان من نمیتونم بیام منزلش. گفت مشکل پوله؟ گفتم نه خیر. گفت یک پولی بهت میدم که زندگی عوض شه. گفتم شما لطف میکنین مرسی. گوشی رو قطع کرد. سه شنبه زنگ زد. الو. گفتم بله. گفت امشب یادت نره همه مهمون دعوت کردم دارن میان خونه ما، شما حتما بیا. گفتم عزیزم باور کنین من نمیتونم خونه شما کاری بکنم. حالا ما اونجا رو استیج میرفتیم مایکروفون تو کامدی کلاب. گفت آقای مکس به شما گفتم یک پولی بهت میدم زندگی تو عوض میشه، میری لذتشو میبریم. شما امشب روی من ننداز، من بزرگترم شما کوچکتری، به من بگو چشم. من احمق گفتم چشم. چیز بدی که به ما یاد دادن اینه که این بزرگتر کوچکتر، این بزرگتر کوچکتر تو فرهنگ ما چیز اونجاش خوبه که آدم مثلا بی احترامی نکنه، ولی اونجایی که یارو هر چی بگه تو بگی چشم اصلا معنی نمیده. اینو میگه برای بچه‌ای که تو 20 خورده سالشونه هر چی نمیگی. نگفتن هنره. بعضی وقتا باید بگی نه. اوکی؟ آقا سه شنبه شب من رفت، حالا آدرس رو فرستاد، خونه یارو تو بیورلی هیلز، تو کوههای بیورلی هیلز. چه جایی؟ من دارم با این ماشین من تویوتا کورولا 1986 جنگ جهانی دوم اینو فکر کنم با ما فروخته بودن. من داشتم با این ماشینه میرفتم، باور کن رسیدم به گیت خونه‌شون یک بزرگ اینطوری یه گیت باز شد، ماشین رو گاز دادم، ماشینم به گوه خوردن افتاد. ماشینه رو گاز دادم، ماشین گفت بعد ماشینم نمیرفت. گفتم برو لامصب. گفت مگه دیوانه ای؟ آبرو حیثیتت میره احمق، بقیه‌شو پیاده برو. گفتم یعنی چی؟ مگه آبرو آدم به ماشینه؟ برو. گفت نمیرم، خجالت میکشم، تو دیوانه پیاده برو. آقا من بگو اون بگو، خلاصه گازه رو دادم به زور ماشین رفت. ماشینم رفت. اولین درختی که پیدا کردم از این خونه بود اینجوری میری بالا میرسی به خونه، اولین درخت پشتش پارک کردم. گفتم بذار فکر کنم ماشین باغبونه.